دوستان خوش آمدید به این مدیتیشن. با انجام و تمرین این مدیتیشن متوجه میشید که سالهاست کودک درونت رو از یاد بردی، چون با ورود به دنیای آدم بزرگ ها شوق و اشتیاق و عشق و خنده رو هم فراموش کردی و به یک آدم جدی و خالی از شور زندگی تبدیل شدی. نگران نباش، هیچ وقت دیر نیست که برگردی به اون کودک فراموش شده ای درونی. وقتی با مهربانی و توجه به او میبینی که او در انتظار و تشنه عشق و محبت تو بوده و تو به شور زندگی برمیگردی، دلاسوده، شگوفا و خلاق میشی و به آگاهی درونت دست میابی. برای تمرین یه جای خلوت و آرام روی یه سطح صاف بشین و یا دراز بکش. بدنت رو رها و وانهاده کن. نفسی عمیق بکش و در بازدم چشماتو آرام ببند. باز هم با یه دم و بازدم عمیق ریه‌ها را پر کن از هوای شفابخش این لحظه و با دم و بازدم عمیق دیگه توجه خودت رو بیار به بدن و موقع بازدم سر و صورت و گردنت رو ریلکس کن. آخرین نفس عمیق و در بازدم دستها را از شانه ها تا نوک انگشتان، پاها را از انگشتان پا، رانها و لگن را شل و وانهاده کن. احساس کن بدن ریلکس و آرام شده. همینطور که بدن ریلکس و آرامه، توجه رو بیار به ریتم نفس‌های طبیعی و آرام. جریان دم و بازدم ها را در نقطه هایی از بدنت که بیشتر احساس میشه مشاهده کن. نسبت به فکرها و حسهای بدنت هوشیار باش. وقتی متوجه شدی فکر توجه و حواست رو با خودش برده، راحت باش و با دم و بازدم برگرد به تمرین این لحظه و اینجا که نشستی. همینطور که آرام با حضور در این لحظه نفس میکشی، تجسم کن در کوره راه با درختان عکاسی مزین شده قدم میزنی و حس کن دوست داری این راه رو ادامه بدی. در انتهای این مسیر میرسی به یه باغ و فضای سبزی که با گلها و درختان خاص و رنگارنگ تزیین شده. تو قدم زنان وارد این فضای دلپذیر شدی. عطر و رایحه گلها و گیاهان مشام جانت را نوازش میکنه. صدای جویبارها، آواز پرنده ها، پرواز پروانه ها روی گلها روح و جانت رو می نوازه و بسیار دلپذیر و لذت بخشه. تو
به قدم زدن در این فضای شگفت‌انگیز و دلپذیر ادامه میدی و از بودن در این باغ زیبا لذت میبری. همینطور که در حال گشت و گذار و قدم زدن هستی، نگاه تو به تماشای درختان سرسبز این باغ دوخته شده. ناگهان متوجه کودکی میشی که معصومانه زیر درخت نشسته. حس همدلی تو را به سمت او میبره و دوست داری به او نزدیک بشی. به سوی او قدم برمیداری. حالا روبروی او قرار داری. با حیرت میبینی که آن کودک خود تو هستی. او همان کودک است که با بی‌اعتنایی و دیده نشدن در وجود تو مدفون شده و به شکل ناامیدی و نگرانی و کمبود در بزرگسالی تو نمایان شده و بارها با خودت فکر میکنی و میپرسی از خودت که چرا آرامش و دلاسودگی نداری و نیستی، آرام نیستی. در این لحظه هیجان انگیز او را دیدی و باهاش آشنا شدی. حالا یه نفس آرام بکش و یکی از خاطره های خوب کودکیت را به یاد بیار. یک کودک شاد و خندان و بازیگوش و پر انرژی بودی. با پروانه ها پرواز می کردی، با نغمه پرنده ها می رقصیدی. بازی های کودکانت را با بچه ها قسمت می کردی و بدون ترس و قضاوت با آنها دوست می شدی. اگر کنار ساحل قدم می زدی با بچه ها دوست می شدی و با هم یه خانه از شن می ساختی. و موقع بازگشت نگران از دست دادن خانه‌ات نبودی. طبیعت را دوست داشتی، حشره ها، پروانه ها و حیوانات را دوست داشتی. پس این همه آرامش و گشودگی چطور شد که از دست رفت؟ بازیه که با آشنایی و آموزش ارزش‌های جامعه، باورهای شرطی شده و الگوهای کهنه‌ای که ما یاد گرفتیم و با ما گفتن که تو وقت ارزشمندی و خوب هستی که از خواسته ها و آرزوهای کودکانه بگذری و ما رو مقایسه کردن با اطرافیانمون و وقتی گفتن خوب و ارزشمندی که یه شغل خاص، یه مدرک خاص بگیری یا مانند این فامیل و آن فامیل و این کس و آن کس موفق بشی. بنابراین برای رهایی از الگوهای کهنه، ارزش‌هایی که خواست قلبی تو نیست و تو باید با کودک درونی ارتباط بگیری و تمرین کنی و از این الگوهای ثابت و در نخور
با خود واقعی در ارتباط بشی. تو یک نیازمند حقیقت پویا و مدام دگرگون شونده هستی که با کودک درون تو به سرچشمه درونت وصل میشی. با شفا دادن و توجه به کودک درونی و دیدن و نزدیک شدن به او، مانند زمان کودکی شاد و سرزنده میشه. زندگی خودت رو زندگی میکنی. از دیدگاه خودت به زندگی میبینی و خلاقانه زیست میکنی برای خودت. و فهم ژرف و عمیقی میرسی و خود بودن رو تجربه میکنی و تو کوپی هیچ کسی نیستی و در مسیر واقعی خودت قدم برمیداری. خصلت‌های درخور خودت و استعدادهای نهفته تو آشکار میشه. تو ویژه و خاص هستی، نه مثل کسی دیگری. بس هیچ کس تقلید نمی کنی. که حضرت مولانا میگه یک چند به تقلید گزیدم خود را، نادیده همه نام شنیدم خود را. در خود بودم نسزیدم خود را، از خود که برون شدم بدیدم خود را. یعنی از خود دروغینه خودت باید بیرون بشی، خودتو واقعی تو ببینی. ما هرچی بیشتر از کودک درونمون دور شدیم، از اصل و حقیقتمان و شادمانی حقیقی و خنده و سرزندگی دور شدیم و با آدم‌های دلمرده، خسته، جدی و کم انرژی تبدیل شدیم. و از آن جایی که اکثریت اینطوری هستن فکر میکنیم که زندگی همینه و ما باید راه بقیه رو دنبال کنیم و خود واقعیمون رو فراموش کردیم. وقتی متوجه شدی که احساس کمبود، بیقراری و نگرانی های تو در خود تو و کودک درونی که با غم و اندوه و ناامیدی رهاش شده ربط داره و حس کردی که نباید از این پس او را تنها رها کنی. پس برای آرامش و حال خوب و شفا و درمان زخم‌های عاطفی و روانی خودت نیازمند ارتباط از سر عشق و مهربانی با او هستی. تو باید با نور و انرژی درون وصل بشی. و نکته مهم اینه که فقط خود تو هستی که با توجه و مهربانی کودک درونت رو شفا میدی و باهاش ارتباط برقرار میکنی. حالا نفس عمیق بکش و احساس کن آماده هستی با او گفتگو و درد دل کنی و گوش بسپاری به ناگفته های او. همینطور که جلو او نشستی و به چشمان زیبا و معصومانه او نگاه میکنی، این جملات را تکرار کن. آمدم تا کنارت باشم و کنار تو میمانم. بگو که دوستت دارم همینطور که هستی
و نیاز به هیچ تغییری نداری. تو زیبا و دوست داشتنی هستی. معذرت میخوام که تو رو تنها گذاشتم و تو مدتها منتظرم بودی. تو برایم ارزشمندی. خوب و دوست داشتنی هستی. حالا حس کن او را در آغوش گرفتی. حالا خودت، احساس خودت و حرفهای دلت رو با او در میان بذار. من تنهات میذارم لحظاتی که تو با او گفتگو کنی. بنابراین تا حالا اگر نمیدانستی و این فرصت برایت پیش نیامده بود، با این مدیتیشن و در این لحظه وجود ارزشمند کودک درونت رو دیدی و آگاه شدی و با انجام این تمرین و که یه مدیتیشن و مراقبه معجزه آساست و فوق‌العاده تجربه میکنی و این مدیتیشن رو وقتی انجام میدی و تا زمانی که وصل بشی به کودک درونت و باهاش راحت بشی، با آرامش عمیقی میرسی و به نور درونت نزدیک میشی. حالا نفس عمیق بکش و در بازدم با آرامی چشمانتو باز کن و با لبخند و دل آسوده روزت را با آسودگی ادامه بده. سپاسگزارم عزیزان از همراهی شما و برای شما دل آرام و شاد و روزی زیبا و با برکت آرزو دارم.